اهل کارمندان سرریاست آبادانی خواجگی منزلی و کمونالی شهر خوجند با مقصد سزاوار تجلیل نمودن عید عمومی ملی 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در خیابان استقلال شهر خوجند شنبهگی عمومی شهری گذرانیدند. تاکید شد که هدف از برگزار نمودن چنین چهاربینی‌ها از یک طرف سزاوار جشن گرفتن جشن‌های ملی و حفظ محیط زیست باشد، از جانب دیگر واسطه خوبی تربیتی و تندرستی، بلند برداشتن حس احترام به وطن و مهنت و ترغیب معرفت شهروندی می باشد. امروز زیاده از 10 نفر از شعبه محاسبات سرریاستی آبادانی بهره آبادی شهرمان ما به شنبهگی عمومی بشره برآمدیم. در باغ تجدید گردیده ساده ابو محمودی خوجندی نیز از جانب ساختمانچیان کارهای بنیادکاری روند تازه کسب نموده درآمد باغ و راههای اطرافی سفالک‌پوش گردیده ایستاده است. جایز به ذکر است که با مقصد عملی نمودن نقشه چهاربینی‌های شهری عاید به کارهای آبادانی و بنیادکاری به مناسبت 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان که از 341 بند با نظرداشت ساختمان از نوسازی و تعمیر و تجدید بیش از 510 انشاءات ساحه خواجگی خلق عبارت می باشد، کارهای نظررس و سامان رسانیده شده ایستادند. تنها در سال 2019 هم در دایره نقشه چهاربینی‌های 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در شهر خوجند زیاد از 280 انشاءات گوناگون اجتماعی و معیشی و سودای خدمت‌رسانی مورد استفاده قرار داده شده است. 13 سال است کار میکنیم. محو نقص اخون خیلی شرایط همینت وای میکند. عمده کار میکنیم. زندگی بچه ها اشغالی یک جهت اخون من آبادانی شهر سامایق اخون میگذاریم ده شهر ما زیبا شود همون قدر وقت ما چاق میشد همین خیلی. گزارشی پروینه اهرارا و نادری نسیمزاد برای برنامه اطلاعاتی پیام روز.